سلام، شب شما بخیر. امشب اومدیم توی محفل صمیمی ورزشکارا. می‌خوایم که یه ذره از حواشی این جشن رو که ویژه عید قربان برگزار شده رو براتون تصویربرداری کنیم. مهمونای متدین در جمعمون خیلی زیاد هستن. ورزشی ها ریشه غیر قابل تفکیکی با اصالت‌های دینی و مذهبی دارن. خواهش میکنم برای اینکه متبرک بکنیم روز عید قربان رو به نفس نازنین شما، هر کسی که تو دلش امروز یه ذره بهش خوش گذشته به خاطر عید قربان، بلند بر محمد و آل محمد یه صلوات خوب هم بفرستید. آشنا بشید با بزرگ مرتبه ترین مقام آلشپورت در خاورمیانه و ایران. تقاضا میکنم تشریف بفرمایید جناب آقای وحید جعفری رو که روی صحنه تشریف بیارن. همانطور که مستحضرید، آلشپورت برندی است از کشور آلمان که دارای قدمتی بالغ بر 6 دهه از تاریخ تأسیس این برند آلمانی می‌گذرد. آلشپورت در زمره برندهای برتر اروپا و جهان میباشد که در لباسهای دروازه‌بانی و دستکش‌های دروازه‌بانی حرف اول رو در جهان میزنند. معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. یه برند بسیار خوبی وارد مملکت ما شده بود که به هر حال من با شناختی که از آقای جعفری داشتم و ایشون از دوستان قدیم من بود، شاید توی ورود ایشون به هر حال با هم دیگه یه صحبتایی داشتیم و از این که میبینم این برند توی ایران جا افتاده و تا حدودی داره خیلی برندهای دیگر رو کنار میزنه، خیلی خوشحالم. امیدوارم روزی برسه که به هر حال این برند معروف و خوب ما بتونه برند اول مملکت باشه از نظر ورزشی. تبریکم میگم که یک بالاخره برند خوب اومد توی ایران، نمایندگیش هم اینجا هست دیگه. ما از دست هوادارامون راحت شدیم، میگفتن بچه‌ها حالا کجا بخریم، از کی بخریم، دیگه الان خودشون اومدن، ان شاءالله خودشون بخرن. بازی امروز چطور بود؟ خوب بود. بچه‌ها خوب بازی کردن. هر دو تا تیم خوب بازی کردن. دور از هیاهوی دربی. کلاً وضع تیم چطوره الان؟ کلاً خوبه. از تیم خوبه. بهترم میشه. جام ولایت هم قهرمان شدیم. یه هدیه ناقابلی بود به هوادارامون. ان شاءالله بعد از اون هم بتونیم توی لیگ هم شرایطمون بهتر باشه و ان شاءالله بتونیم نتیجه لازمه رو بگیریم. مشکل ما فقط بازیکن‌های ملی پوشمون هستن. خب امیدوارم که لذت برده باشین. تلاش کردیم که برنامه قشنگی بشه. شب شما بخیر.